یه سوال، چرا این ساعت دیجیتال جزو پرفروش‌ترین ساعت‌های دیجیکال است؟ واقعا ارزش خرید داره یا فقط به خاطر ظاهر قشنگشه که پرفروشه؟ منم همین سوال رو داشتم و پیشنهاد میکنم بیایم با هم دیگه آنباکسش کنیم. اولین چیزی که بعد از باز کردن جعبه توجهم رو جلب کرد طراحی مدرنشه. برخلاف ساعت‌های دیجیتال معمولی، این مدل با اعداد سه‌بعدی ساخته شده و وقتی روشن میشه واقعا حس متفاوتی میده. داخل جعبه خود ساعت یک کابل USB و یه دونه باتری اضافه قرار گرفته. اما حقیقت واقع چیزی که باعث شده این ساعت معروف بشه اصلا محتوای داخلش نیست. وقتی ساعت رو نزدیک میبینی تازه متوجه کیفیت ساختش میشی. بدنه این ساعت از اکریلیک ساخته شده که هم ظاهرش شفاف و جذابی داره و هم در برابر خط و خشی که بعضی وقتا تصادفی پیش میاد مقاومت خوبی نشون میده. چه روی میز باشه چه روی دیوار ظاهر خیلی مدرنی داره، ولی طراحی مهمترین نقطه قوت این ساعت نیست. اصلی ترین چیزی که هر روز باهاش سر و کار داری نمایشگر اعداد LED بزرگ و خانای این ساعت هستش و این ساعت انقدر اعدادش خانایه که میتونی از یه فاصله چند متری به راحتی اعداد رو ببینی. یه خوبی دیگه هم که داره اینه که توی نور کم هم این اعداد به راحتی و فراتر از تصور قابل خوندنه، مخصوص کسایی که اتاق گیمینگشون حالت تم دارک و تاریک داره. اما یه ویژگی داره که باعث میشه شبا خیلی بیشتر این ساعت به چشمت بیاد. خوبی این ساعت اینه که روشنایی داره، اونم در 3 سطح مختلف، یعنی میتونی متناسب با نور اتاق تنظیم کنیم و شب نورش اگه چشمتو اذیت نمیکنه میتونی کم و زیاد کنی و روز هم کاملا خوبیش اینه که واضحه. و جذابترین بخش قابلیتش رو هنوز نگفتم، در نتیجه ویدیو رو تا آخر ببین. این فقط یه ساعت LED نیست که اعداد رو بهت نشون بده. این ساعت دمای محیط رو بهت نشون میده، جدا از اون تاریخ داره و از همه باحالتر آلارم هم داره و قابلیت اسنوز هم داره. و یه ویژگی دیگه هم داره که اگه مخصوصا توی فصل فعلی و وضعیت فعلی که برق خونت قطع بشه، این ساعت تایمش به هم نمیریزه، نیاز نداره که دوباره تایم رو مجددا به خاطر ریستی که شده تنظیم بکنی و به خاطر اون باتری که داخل خود جعبه است قرار میگیره توی ساعت. بعد از اینکه برق رفت تایم نمیپره و سریع وصل میشه به همون باتری و وقتی برق دوباره بیاد اون شیفت میکنه و از روی باتری روی آداپتوری که به ساعت وصله تنظیم میشه. داخل این ساعت یه باتری مناسب هم قرار گرفته و همونطور که تو بخش قبلی اشاره کردم اگه برق شما به هر دلیلی قطع بشه تنظیمات ساعت به هیچ عنوان تنظیم ساعت به هیچ عنوان به هم نمیریزه و نیاز نداره که شما دوباره بعد از اینکه برق اومد تنظیم بکنی و خدا رو شکر توی این موضوع خیلی خوبه. و برای کسایی که 1 بار در روز یا 2 بار در روز برقشون میره به خاطر وضعیت فعلی، این ساعت عالی. فقط یه سوال میمونه، به نظر شما این ساعت بیشتر به درد چه کسایی میخوره؟ خوشحال میشم توی کامنت ها برای من بنویسید. یه ویژگی باحال دیگه این ساعت اینه که نصب راحتی داره و جدا از اون هم میتونی روی میزت بذاری زیر مخصوصا مانیتورت، هم میتونی هر جای دلخواه از توی اتاق هم نصبش بکنی و عمدتاً پیشنهاد من یا برای میز کامپیوتره یا برای دفتر کار یا اگه مثلا فروشگاه مثل ما فروشگاه لباس دارین یا کلینیک دارین یا کلا برای هر کسب و کاری هم من این ساعت رو پیشنهاد میکنم و چون یه چیز مدرنه و فضای شما رو به مراتب شیک تر میکنه
و یه سواله که ذهن من رو درگیر کرده و دوست داشتم از شما بپرسم. من که میگم ارزش خرید داره، ولی با این همه ویژگی که برای شما گفتم واقعا ارزش خرید داره یا نه؟ بخوام راجع به این ساعت جمع‌بندی بکنم، اگه دنبال یه ساعت دیجیتال ساده نیستی و دوست داری علاوه بر نمایش زمان دکور اتاقت هم مدرن‌تر بشه، شیک‌تر باشه، خاص‌تر باشه، به نظر من این مدل یکی از بهترین گزینه‌ها توی این بازه قیمتیه. من هولوش فکر کنم 600 خورده یا 700 خورده خریدم، الان حضور ذهن ندارم، حالا اینجا تصویرشو میذارم. و با تمامی چیزایی که گفتم حالا نوبت شماست. اگر قرار باشه یک دونه از این ساعت‌ها رو برای خودت بخری، مثل من رنگ سفیدش رو انتخاب میکنی یا رنگ مشکیشو؟ البته رنگای دیگه‌ای هم داشت، یعنی سبز و زرد و صورتی و سرمه‌ای و آبی آسمانی هم داشت، ولی من سفیدشو گرفتم. من دانیالم و توی این کانال هر وسیله‌ای که خودم میخرم و یا به دستم میرسه رو بدون تعارف، بدون اسپانسر و بدون اغراق آنباکس و بررسی میکنم تا قبل از اینکه برای خریدش هزینه کنی بدونی واقعا با چه محصولی طرفی شما. اگر این سبک محتوا برات مفید بود، کانال ما رو سابسکرایب کن و ویدیوهای بعدی رو از دست نده. و من چیزای دیگه هم آنباکس کردم، میتونی اینجا و اینجا ببینی، شبیه اساسین کرید شدم. و یه پیشنهادم برای من بنویس، دوست داری سری بعد چه محصولی رو براتون آنباکس بکنم؟ و لینک دونیت نمیدونم، اگه تونستم اینجا میذارم، میتونید دونیت هم بکنید یا این ویدیو رو برای عزیزانتون هم بفرستین تا بخش درآمد این ویدیو هم فعال بشه. و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.